هر جا که رفتی دلت شکست آه من است غمی دنیا به سرت نشست آه من است اگر زندگیت خراب شد آه من است خوشی هات همش عذاب شد آه من است حالا تو تنها نشسته ای آه من است با درد و غم ها تو بسته ای آه من است اگر از تنهایی خسته ای آه من است مثل شیشه ای شکسته ای آه من است. واقعا صدای زیبا جذاب سرودین شنیدنی. تشکر زیاد به شما برای اشتراک در این برنامه نخستی ما که آن رو با یک صحبت جذاب و زیبای خود واقعا هم خوب گردانید و بار دیگر خوش آمدید به این برنامه ما. در آخر به مخلصانتون چی گفتنید؟ از عهده اجرای ژانر رپ هم میبرید؟ نه من یکم بار رپ نسرویدم. خب یه بار میسنجید یو در کوچه ها میگردی. رخشانه منو میتونید تصویر رخشانه؟ با لحجه غرمی یک تا رپ سرود. من نگوش تو دختره که خوش رو چی با من نگاه داری؟ علی جو تو من نمیگو هی من میرم حوزی اینجا. رپ هم یک سنتی برای جوانان سنتی بالا است. حاضر بسیار جوانان رپ گوش میکنن. وقتی که به خانه بیبیم رفتم در نوع قرنتپس و یک گوسالچه خیلی زیبا بود که از نزد من فرار میکند و آن را قبیده ای مگلجه و پیدایش همین کلمه شد که در همه جا مشهور شد. فکر میکنم حیوان ها رو به نهایت دوست می‌داری رو در اکثریت عکس‌هایت با همونو عکس گرفته اید. زادگاهت کجاست؟ زادگاه هم شهر دوشنبه. برای چی تو رو دختری غربی میگی؟ من نه غربم چون که پدرم غربی است. رفتی تو با دیگر مرا کردی خونی جگر ای جانی من با کسی هم آغوش مرا کردی تو فراموش ای جانی من. زنده باش.